شورا هستم تو برزیل بعد از بازی ایران نیجریه بازی خیلی خوب بیا تو گوش بخورتت شوهر جون. من معذرت میخوام از بینندگان، حکم اسلامی. این شوهر جون اعلام کرد من معادل بیضه چپ یک مردم. حالا اینا که نیستن، یک خانم دیگری که من به خدا قصد توجیه ندارم و تحقیرم نمیخوام بکنم، آیا این پرچم جمهوری اسلامی یک حقوقی رو برای زن تعریف کرده؟ وقتی یه زن این پرچم رو دست میگیره مثل این ندا جون، نشون بدید لطفا. وای غمزه رو ببین، این غمزه درست نگاه کنید، غمزه حزب اللهی. آخه شما با حزب اللهی چرا دعوا دارید؟ آقا حزب اللهی که خودش میگه من کم. این واقعا این خانم ندا خانم گوینده و مجری برنامه من و تو، ایشون طرفدار جمهوری اسلامی با پرچم جمهوری اسلامیش؟ آیا جز اینی که من بیام اعلام بکنم ندا جون هم اعلام کرده، بنده هم مساوی همون چیز چپم که گفتم، دیگه تکرار نکنم اسمشو.